کمیته شهروندی نجات گروگانها و زندانیان سیاسی تاجیکستان با نشر یک بیانیه به مردم کشور به خاطر همکاریشان با کمیته در رسانیدن نام و نسب مقامات قدرتی و انتظامی که در آزار و اذیت و شکنجه فعالان جامعه شهروندی و زندانیان سیاسی دست دارند اظهار تشکر کرده است. گفته می شود بعد از درخواست کمیته از مردم برای همکاری در این خصوص، بعضی از خانواده های زندانیان سیاسی و نیز فعالان جامعه شهروندی مقامات امنیتی و انتظامی از ترس رسانه‌ای شدن نام و نسب شکنجهگران و ترس رسیدن نام آنها به دست سازمان‌های حقوق بشر به زندانیان سیاسی فشار آورده ایستاده‌اند تا در برابر دوربین قرار گرفته بر دروغ اعلان کنند که به آنها هیچ گونه فشار در زندان‌های تاجیکستان نمی شود و در شرایط بسیار خوب قرار دارند. در بیانیه آمده است که نه تنها بالای خود زندانی ها فشار می آورند، بلکه خانواده های آنها را نیز مجبور می کنند تا آنها نیز در برابر دوربین ایستاده اعلان کنند که به نزدیکان زندانی آنها هیچ گونه فشار نیست و آنها هر وقت که می خواهند می توانند با زندانی ها ملاقات نمایند و حالت و وضعیتشان بسیار خوب است. عبدالستار بابایف، رهبر کمیته شهروندی نجات گروگانها و زندانیان سیاسی تاجیکستان، در صحبت با خبرنگار ما گفت مقامات امنیتی و انتظامی تاجیکستان باید از این گونه رفتارهای غیر انسانی و ضد قانونیشان و از این گونه فشارها و آزار و اذیت‌ها دست بردارند و بدانند که هرگز با این گونه نیرنگ‌ها نمی‌توانند جامعه تاجیکستان و نیز دنیا را فریب بدهند. نامه‌های نفرانی که در قتل و کشتار زندانیان سیاسی و در شکنجه و فشارهای نزدیکان زندانیان سیاسی و نزدیکان فعالان سیاسی دست دارد، نامه‌های آنها به ما فرستاده شود و این پیشنهاد هم از طرف مردم عزیز ما دستگیری یافت و در مدتی خیلی هم کوتاه نامه‌های دهان نفر از کارمندان مقامات‌های قدرتی تاجیکستان مثل وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و کارمندان زندانها، یعنی کارمندان سرایست جزای جنایی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان و کارمندان سود و پروکراتوره ها، آنهایی که در قتل و کشتار زندانیان سیاسی و آزار و اذیت و شکنجه مردم عزیز ما و نزدیکان فعالان سیاسی و نزدیکان زندانیان سیاسی دست داشتن به ما رسید در مدتی خیلی هم کوتاه و تا حال نامهای آنها رو به ما فرستاده ایستادند. ولی مقامات تاجیکستان رژیم دوشنبه از این صورتی کار در تکاپو افتاد و در حال آنها اقدام ناجوانمردانه رو پیش گرفتند که امروزها به ما از طریق خویشاوندان زندانیان سیاسی و فعالان سیاسی که در خارج کشور هستند نزدیکان آنها به ما در تماس شدند و گفتند که زندانیان سیاسی که در زندانهای کشور قرار دارند از طرف مقامات‌های قدرتی و خصوصا از طرف کارمندان همون سرریاست جزای جنایی مورد اذیت و شکنجه قرار گرفته ایستادند. آنها رو نزد دوربین میبرند و مجبور میکنند که آنها اعتراف کنند که ما هیچ گونه عذاب و شکنجه نمیشویم در زندان، حال ما خوب و خیلی هم در حالت خوب است و این چونین نزدیکان زندانیان سیاسی را هم مجبور کردند و نزدی دوربین ها بردند ایستادند تا که آنها اعتراف کنند که به ما هیچ عذاب و شکنجه و فشار از طرف هیچ مقامات قدرتی نیست. ولی من همین را گفتنی هستم به این مقامات ها و این ظالمان که آنها باید بدانند که اسامی همه آنها، نامهای آنها امروزها در دست ما رسید. حالا در حالتی آماده کردن ما یک روی خطی هستیم که این روی خط حتما به سازمانهای بین المللی حقوق بشر، به کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد و به دیگر سازمانهای حقوق بشر میرسد. فقط همین را گفتنی هستم که از ظلم و از ناجوانمردی خود اینها دست بکشند، ظلم را بس کنند، چون که ما فکت و سند و دلیل و حجت و نوارها داریم که چگونه مردم شکنجه شدند، چگونه زندانیان مظلومانه به قتل رسانیده شدند. همه اینها در ما حجت است و هیچ وقت اینها به این مقصد ناپاک خود که میخواهند
خود را پاک و بیگناه نشان دهند هیچ وقت نخواهند رسید و ما در کوتاه‌ترین مدت اسامی آنها را در یک ژورنال مخصوص جمع آوری میکنیم و به تمام سازمان‌های بین الملل و به همدیگران عزیز پیشکش میکنیم.